على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لتكونوا من أصحاب السعير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا. به کوه و جنگل و دشت و بیابان، توی پیداتر از پیدا خدایا. خدای کریم منان رو بی نهایت متشکر و سپاسگزارم از اینکه چون این توفیقی رو به بنده عنایت فرمود تا بتوانم در جمع با شکوه شما مردم مؤمن و دلسوز و دین دوست شهر راسک جزو بخش سرباز شرف و حضور پیدا بکنم و از نزدیک با عزیزان جوانم، هم سن و سالای محترمم و نور چشمانم گفتگو و گفتمانی داشته باشم. امیدوارم که خدای سبحان این نشست رو به بارگاه خودش قبول بفرماید و در راستای بیداری هرچه بیشتر جوانان معظم قرار بده انشاءالله. گرچه که این مجلس و این جمع و این محفل باشکوه به بهانه برگزاری عروسی اسلامی یکی از برادران بزرگوار جناب آقای نظیر بلیدعی و خانواده محترم عروس خانم، خانواده آقای پناه برگزار و منعقد گردیده که بنده همین ابتدا به این دو بزرگوار عروس و داماد و خانواده های محترمشون از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می کنم و امیدوارم که خدای سبحان همونطوری که این عزیزان نقطه نخست زندگی خودشون رو با کلام خدا و با سنت نبوی آغاز کردن، پروردگار عالم همواره نور ایمان و قرآن رو در زندگی اینها بتاباند انشاءالله. به هر حال بهانه هست عروسی و میگن کار خدا بهانه میخواهد. بهانه میخواهد، بهانه میخواهد یعنی پول و هزینه نمیخواهد، بها نمیخواهد ولی بهانه میخواهد. به هر حال رو در روی هم قرار گرفتیم، گرچه که من به شدت متاسفانه خستم و جوانان نصیرآبادی زرنگی کردن، انرژی ما رو به شدت اونجا گرفتن و بعد ما رو فرستادم برای شما. ولی زیادم خوشحال نشید چون که ما عادت کردیم شبان روزی حداقل 7-8 ساعت رو میتونیم سخنرانی بکنیم. از 2-3 روز هست 4 روزی که در بلوچستان هستیم فکر میکنم این 12-13 مجلس هست که هر جایی هم حداقل 1 ساعت و 20 دقیقه سخنرانی شده. به هر حال امیدواریم خدای عزوجل این نشست ها رو به بارگاه خودش قبول بکنه. از جناب مولانا نقشبندی حفظه الله امام جمعه محترم این مسجد که یکی از علمای زنده و پاینده و بزرگوار این منطقه هستند و بنده به مراتب و به کرات اون زمانی که حضرت مولانا محمد عمر سربازی رحمه الله حیات داشتن ایشونو ملاقات کردیم و ارتباط داریم. به هر حال لطف و زحمت زیادی رو متقبل شدن و این جمع با شکوه رو اینجا جمع کردن. به هر حال از همه جوانها، پدرهای بزرگواری که نشستن و علمای بزرگوار امام جمعه محترم پارود هم تشریف آوردن، قدردان و متشکر و سپاسگزارم. به هر حال میگه از چانه کم کن و بر خود بهای جنس باید پرداخت. وقت تنگ من نمیخوام وقت سرفران رو زیاد بگیرم. ما هنوز هم که هنوز انشالله مسافرت ما ادامه داره به استان و هرمزگان و عروسی های اسلامی. یک درودی به آواز بلند بخونید انشالله. الله
دقایقی که در خدمت شما سروران هستم پیرامون دامها، ترفندها، مکاید و مکرهای بزرگترین دشمن انسانیت از بدو خلقت انسان تا قیام قیامت کلمات شکسته عرض می کنم. قطعا هر انسانی دشمنان زیادی دارد، اعدا و احبا برای هر انسانی طبیعی است، اما یه دشمن هست که همواره از بدو خلقتش، از بدو تولدش تا روزی که از این دنیا قرار است که بره، حتی تا لحظه مرگ او رو رهانه میکنه، اون دشمن به نام شیطان و یا ابلیس است. شیطانی که از زمانی که قالب و سرشت آدم ریخته شد قسم یاد کرد، قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصین. قسم خورد به عزت و جلال و شکوه و عظمت خداوند که تمام بندگان تو را گمراه خواهم کرد. پروردگارا، حالا که ما را از درگاه خودت راندی، من رو مطرود و ملعون کردی، من رو از طاووس الملائکه از ثریا به سرا منتقل کردی و از عالم ملکوت به عالم طاغوت منتقل کردی و من رو از بهشت روانه جهنم کردی. قطعا من به جای خودم نخواهم نشست و لحظه هم توقف نخواهم کرد. تا به عزتک لأغوینهم اجمعین، همه بندگان تو رو گمراه میکنم الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگان مخلص تو که اونها، مگر جوانان مخلص تو که اونها از دست من خارجن و از حیطه قدرت من بیرونن. سروران عزیز، ما بزرگترین دشمن داریم، پس هر کس که دشمنی تو زندگیش داره باید برای نبرد، برای مقابله، برای ستیز، برای پیکار آماده باشه و تمامی استعدادهای بالقوه خودش رو، استعدادهای نظامی رو، استعدادهای سیاسی رو، زمینه‌های تبلیغاتی و اجتماعی رو باید فراهم بکنه و بستر جنگ رو مساعد بکنه تا بتونه از پی نبرد و جنگ با این دشمن بسیار خطرناک بر بیاد. بله، سه چیز بسیار مهمه برای رویارویی و مقابله با یک دشمن. یک، شناخت دشمن، که این دشمن کیه و با چه انگیزه‌ای میخواد بر سرزمین قلب ما تاراج بکنه و شبیخون بزند و اون رو به یغما ببرد. دو، اسلحه این دشمن چیست، با چه سلاحی مسلح است، بمب‌های شیمیایی است، سلاح‌های هسته‌ای است، هواپیماهای B-52 یا سایر سلاح‌های شیمیایی هست. این دو. و سوم، استراتژی جنگی و نوع حمله این دشمن رو باید بدانیم تا بتونیم طریق دفاع کردن رو آماده بکنیم و مستعد باشیم تا هم با شناختش، هم شناخت اسلحه‌اش و هم شناخت استراتژی جنگیش ما بتونیم او رو از پای در بیاریم. به هر حال من انشاءالله خدمت شما عرض میکنم هم خودش دشمن رو، هم اسلحه‌ش رو و هم محل جنگ و طریق جنگش و نبردش با انسان. شیطان از روزی که قسم خورد و کمر همت رو بست، از اون روز به بعد نه شب خواب دارد نه روز. شما خواب هم هستید، شیطان بیداره. شما بیدارم هستید، اون بیدارتره. شما سر کارید، اون بیکاره. شما بیکارید، اون فعاله. هیچ فرقی نمی کند. در 24 ساعت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، همانا شیطان مانند خونی که در رگهای بشریت جریان دارد، شیطان هم در رگهای شما جریان دارد. حتی از پیامبر سوال کردند و انت یا رسول الله، در وجود شما هم شیطان هست؟ فرمود بله، ولکن شیطان من مسلمان شده است و یا تسلیم من شده. 6 تا دام بزرگ، 6 تا ترفند بزرگ، 6 تا راهکار مناسب
شیطان آماده کرده و 6 کادو برای به دام انداختن و به اسارت گرفتن جوان مسلمان تا او رو از پای در بیاره و نابودش بکنه. جوان این 6 تا ترفند رو بفهم و یاد بگیر، من و تو هممون، تا این که بتونیم از چراغ قرمزهای شیطان بدون این که پلیس شیطان من و شما را جریمه بکند رد بشیم، بتونیم از خس و خاشاکی که موانعی که محدودیت هایی که شیطان بر سر 4 راههای عمر ما گذاشته است همه این موانع رو در نوردیم و مردانه اسم خودمان رو در زمره عباده المخلصین ثبت کنیم. اولین رخنه و اولین دام شیطان رخنه در اعتقاداته، چون که میفهمد عقیده به منزله سر در بدن است و اگر عضوی سر نداشته باشد هیچی نداره. و انسان جوانی که هر چقدر پول و مال و ثروت و منال و جمال و کمال و منصب و پست و عظمت و قدرت و شوکت و فتوت داشته باشه، ولی تا زمانی که عقیدهش سالم نباشه، اعتقاداتش پایبند نباشه و اصل خدا ریشه در اعتقادات او ندوانده باشد، این انسان هیچ ارزشی ندارد. اینجاست که نخستین دام را به نام شرک پهن میکنه. انسان نباید موحد باشه. چرا؟ چون که موحد تو در پای ریزی زرش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش، امید و حراسش نباشد ز کس، همین است بنیاد توحید بس. یا به فرموده اقبال، هر که در اقلیم لا آباد شد، فارغ از بند زن و اولاد شد، می کند از ما سوا قطع نظر، می نهد ساطور بر حلق پسر. با یکی مثل هجوم لشکر است، جان به چشم او، کسی که عقیدش درسته، جان به چشم او ز باد ارزانتر است. تا عصای لا اله داری به دست، هر طلسم خوف را خواهی شکست. هر که حق باشد چو جان اندر تنش، خم نگردد پیش باطل گردنش. خوف را در سینه او راه نیست، خاطرش مرعوب غیر الله نیست. چون خدا داری ز غم آزاد شو، از خیال بیش و کم آزاد شو. قوت ایمان حیات افزایدت، ورد لا خوف علیهم بایدت. چون کلیمی سوی فرعونی رود، قلب او از لا تخف محکم شود. بیم غیر الله عمل را دشمن است، کاروان زندگی را رهزن است. هر که رمز مصطفی فهمیده است، شرک را در خوف مضمر دیده است. درود شریف بخونید دوستان. پس شیطان میخواد عقیده به خدا، عقیده به وحدانیت خدا، به یکتا پرستی رو از بشریت بگیره. از زمانی که حضرت نوح علیه السلام به پیامبری مبعوث شد، برای چه بود؟ قبل از اون شرک نبود به اون صورت. خیلی راحت وارد شد، آمد 3 نفر صالح، 3 نفر انسانهای پاک و از علمای اونها فوت کرد. شیطان آمد گفت آقا، گفت چیه؟ گفت شما اونها رو دوست نداشتی؟ اون 3 نفر صالح رو. گفتن چرا؟ ما دوستش داشتیم، خیلی به اونها عظمت و قدرت و جایگاه خاصی به اونها قائل بودیم. گفت نمیخوای به اونها احترام بکنی؟ گفتن بله، ولی راهش چیه؟ گفت عکس اونها رو بکشید تو خونه بذارید، صبح به صبح نگاه بکنید، لذت ببرید از اونها. صبح به صبح یک سلام عرض کنید. نسل بعدی آمدن گفتن آقا یه مقدار اضافه بکنید، سرتون هم جلوشون خم بکنید که تعظیم کامل بشه. نسل سوم آمدن رکوع کنید. نسل 4 آمدن و گفت این عکس ها پاره میشه، پس مجسمه درست بشه. از عکس صور صالحین مجسمه درست کردن و بعد از تعظیم جایگاه خدا به اونها داد و همون بشریتی که تا دیروز به نام علمایشون افتخار میکردن، امروز جلوی اون بت‌ها سجده میکرد و عبادت الاصنام و بت‌ها از اون زمان شروع شد که تا حضرت نوح علیه السلام آمد، هر کار کرد نتوانست هسته و ریشه و جرثومه بت پرستی را از میان جامعه اونجا دور بکنه و اونها رو نابود بکنه. الا قلیل، ما آمن معه الا قلیل. های جوان، مواظب باش عقیدت به خدا مستحکم باشه. من احب لله و اعطى لله و منع لله و ابغض لله فقد استکمل الایمان، او کما قال علیه السلام. هر کس که در هر جا با خدا باشه، لا اله سرمایه اسرار ما
رشته از شیرازه افکار ما. خدا اقبال خیرت بده، توحید رو چقدر ترسیم کرده. این جوان هست که لا اله الا الله به عنوان اعتقاد در ریشه قلب او و شالوده ذهن او بنیانگذاری شده و بنیادین شده. لا اله سرمایه اسرار ما، رشته از شیرازه افکار ما، حرفش از لب چون به دل آید همی، زندگی را قوت افزاید همی. حرف و نقش او گر سنگ گیرد دل شود، دل گر از یادش بمیرد گل شود. اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. ما باید به این لا اله الا الله و به این گنج بسیار بزرگ افتخار بکنیم، چیزی که بسیاری از مشرکین ندارند. به شدت کار میکنه شیطان تا بین بنده و بین خدا فاصله ایجاد بکنه. های جوان، تو رو خدا یک لحظه از دید خدا غافل مباش. هر کجا که هستی فکر کن خدا تو رو میبینه و تو محتاج به رب العالمین هستی. الله الصمد، الله بی نیازه. جوونی بود در یکی از کشورهای اسلامی، مؤذن بود، مؤذن مسجد، 5 وقت اذان میداد. شیطان دنبالش کرد که چرا این باید اذان بده، این باید الان شرک و بت پرستی رو، اهریمن پرستی رو در میان قلب ها نهادینه بکنه. چرا اینقدر خدا خدا میگه، الله اکبر میگه، الله اکبری که شیطان رو فراری میده. رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث صحیح فرمودن که وقتی که صدای اذان بلند میشه شیطان پشت میکند و فرار را برقرار ترجیح میدهد. بله، الله اکبر، این شعار کوبنده تاریخی که تمام آله های مصنوعی و خرافی و همه بت‌ها و اهریمن ها را به زباله‌دان تاریخ میریزد. آمد جلو رفت، گفت عزیزم جوون، پایین رو نگاه کن ببین چی میبینی. پشت خانه ها اذان میدادن، پشت مسجد. چشمش به یک دختر مشرک افتاد، محبت او رو شیطان انداخت تو قلبش، گفت باید هر طور که شده این دختر رو به دست بیارم. رفت دنبالش، برو بیا، اظهار علاقه و محبت. دختره گفت شرط دارم. گفت شرط چیه؟ گفت 2 شرطه. شرط اولم اینه که اذان رو دیگه بند کنی که من از صدای محمد بیزارم، نعوذ بالله، و صدای الله اکبر رو نمیخوام بشنوم. این صدا آزارم میده. من با صدای ترانه و موسیقی و ساز و سرنا و لحن و لعب و ارگ و گرگ عادت کردم و تنها چیزی که موجب آزار وجدانم میشه اون صدای توست که الله اکبره. گفت این شرط بسیار سختی است. شرط دوم چیه؟ شرط دومم اینه که از اسلام و دین محمد دست بکشی و بیای به دین من و مشرک بشی. از عقیده توحید چقدر بدش میاد. جوان قبول نکرد، گفت نمیتونم. گفت نمیخوای برو بیرون، دست رد بزد به سینه‌اش. رفت 2 مرتبه پشت بوم الله اکبر الله اکبر. شیطان بسیار قوی است. دلا هر که محکوم شیطان بود، شب و روز و در بند عصیان بود. کسی را که شیطان بود پیشوا، کجا باز و گردد به راه خدا. دلا عزم عصیان مکن زینهار، که رحمت کند بر تو پروردگار. اگر بر نتابد ز عصیان دلت، بود اسفل السافلین منزلت. مکن خانه زندگانی خراب، به کردار و به سیلاب فعل بد و ناصواب. مکن ای جوان، مکن نفس اماره را پیروی، که ناگه گرفتار دوزخ شوی. خیلی مواظب باش.
هرچه زور زد شیطان دعوتش کرد، داعیه شیطان زیاده دیگه. الله اکبر که داد، اون دختر آمد جلو و خودش روبروش زینت آرایش لخت کرده بود که ناگهان وسط اذان رو ول کرد و به جای الله اکبر گفت آمنت باللات والعزی، به هرچه که تو دختر میپرستی. و بر رسول خدا لعنت فرستاد، گفت حالا عزیزم بیا که دوست دارم تو بغلم تو آغوشم. میخواست از بالای مسجد بیاد پایین که پاش لخشید و پاش لیس خورد و از همون بالا افتاد و به درک اسفل وارد شد. نبو اون رسید اسلام و ایمانش را بعد از چندین سال عبادت به باد داد و مشرک از دنیا رفت. خیلی مواظب باش جوان. امروز اگر لات و عزا نیست، لات و عزاها به شکل و شیوه های جدیدی ظاهر شده و جوان ما را به خودش جذب میکنه. جوان تا دچار مشکلی میشه بریم پیش لات بزرگ، پیر بزرگ، زیارت فلان جا هست، نخ سبز ببند مشکلت حل میشه. خیلی جالبه ها. خدا را ول کردی، دنبال بت میکردی، دنبال زیارت میگردی. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. پیامبر فرمود خدا لعنت کند یهود و نصارا رو که قبور انبیایشون رو عبادتگاه قرار دادن، محلی که عبادت کنن اونجا و شفا و دوا و دعا بخوان و از اونها کمک و استمداد و استعانت. چی شدیم امروز مردم ما؟ چقدر گرایش به سوی خرافات و شرک زیاد شده. طرف میگه تو از خدا بخواه، خدا میگه نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از شارع گردن به تو نزدیکترم. ان الله یبسط یده باللیل یتوب مسیء النهار، خدا دستشو دراز میکنه تا تو رو بگیره. من و تو میریم دنبال پیر زیارت، نخ میبندیم، گلولی میکنیم مزاریم. کی همچه حرفایی زده؟ طرف تا مقداری مریض میشه برو زیارت حرم فلان جا که ما هر چه خواستیم به ما داده. پس خدا چه کاره است؟ مشرکین مکه همین حرف میزد، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما لات و منات و عزا و هبل رو عبادت نمی کنیم مگر اینکه اینها سبب نزدیکی ما به سوی خدا بشه. حالا ما هم بریم دیگران واسطه قرار بدیم، خدا نیاز به واسطه نداره. ایاک نعبد و ایاک نستعین، چیزی که تو نماز میخونی غیر از این هاست. خدای ما مستقیما تو رو میپرستیم و مستقیما از تو کمک میخوایم، لا غیر. ولی چه کار کنیم؟ بعضی سر این زیارت ها انسان میره مغز انسان دود میکشه، هر چه که پارچه سبز تو دنیا آوردن اونجا بستن. حالا خدا کنه توی منطقه شما نباشه، بری منطقه ما که واویلاست. با یکی از عزیزان و دوستان خودم ها که با من ارتباط داشت رفتیم تایباد. اونجا زیارتی هست به نام مولانا ابوبکر تایبادی، یکی از علمای بسیار بزرگ خراسان زمینه. رفتیم دعایی بخونیم و سلامی بالاخره برای انبات، نه برای میت، چون که میت سلام رو چطور میتونه جواب بده. تا چهرم رو برگردوندم دیدم یه درخت پسته بود اونجا دیگه، دیدم این همراه من همینقدر پارچه‌ای داره آورده تون به همین میبنده. گفتم چه کار داری میکنی؟ گفت این چی نیست، عقیده ندارم. گفتم خب برای چی میبندی؟ گفت زنم از 15 سال از بچه دار نشدم، بگذار بلکه همین ابوبکر تایبادی زنم و بچه دار کنه. استغفر الله، نعوذ بالله، تو داری اهانت میکنی. گفت عقیده ندارم. گفت عقیده نداری پس بیجا میکنی این کارو میکنی. تو اگر اولاد نداری، اون خدایی که به حضرت ابراهیم در سن 80 سالگی و روایتی بیشتر از این آمده انا نبشرک به غلام، به زکریا گفت، به حضرت ابراهیم در سن عقیمی که زنش هم عقیم بود، نازا بود، خدای متعال فرزند داد. بی پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند، مرده 100 سال را حی می کند، این به جز حق دیگری کی می کند، صانعی کز تین سلاطین می کند، نجم را رجم شیاطین می کند. آیا کسی هست غیر از خدا این کار رو بکنه؟ پس چرا ما به بت و زیارت
تو منطقه خراسان ما سال گذشته 2 سال قبل یکی از عزیزان رفته بود زیارت رو همونطور باز کرده بود، توش گنج طلا دیده بود. آقای بیچاره میخواسته بمیره، حتما اینا مستنده ها. بعد رفته اینجا رو این گنج خودش رو اونجا پنهان کرده بود، یک زیارت یک گنبدی هم درست کرده بود، به اصطلاح چند تا پارچه ایست. مردم همه میآمدن رو سر این گنج میگفتن الله ای صاحب پیر ما رو کمک کن، به داد ما برس. خبر نداشت اونجا طلاست. این بنده خدا خوابی میبینه، نمیدونیم چیکار، بالاخره اون دقیقاً یادم نیست، میره اونجا قبر رو نبش میکنه، زیارتگاه رو، بعد طلاها رو در میاره. این خبر پیچید تو خراسان، تمام زیارت‌ها رو رفتن نبش کردن که گنج طلا پیدا کنن. ها خدا گواهه. مردمی که چندین سال اونجا رو عبادت میکردن، به والله قسم یکی از علمای بزرگ تعریف میکرد، میگفتن تو منطقه اسمشو نمیبرم، تو همین بلوچستان شما ها، به خراسانی ها میخندی، تو منطقه خود شما یکی از علمای بزرگ تعریف میکردن، میگفت که یک زیارتی بود اونجا، مردم می آمدن استعانت و کمک و نمیدونم شفا و نظر و نیاز و فلان، زره و خودش بکش به این دست و بکش به صورتش فلان، از این حرفا. میگه که می آمده مردم هر کار میکرده، مردم از این عملشون باز نمی آمد. نه تنها باز نمی آمدن، بلکه به مولانا هم میگفتن دست نزنی، که اگر دست بزنی به این زیارت دست پات خشک میشه، چیزی نیست. اگر دست بزنی به این زیارت خشکت میزنه. من خودم طلبه بودم، 12-13 سال سنم بود، یه روستایی منطقه ما هست 4 تا پیر داره، بهش میگن 4 پیرا. رفتم اونجا دیدم ماشاءالله که چه پول اینجا افتاده است. البته خداییش هزاری نبود، همش 5000 و 2 تومانی و اینا بود اون زمان، سال بالاخره 67 و اینها. اینا رو ریختیم، پارچه ها رو کندیم، آمدیم جلد قرآن کردیم. همه گفتن تو فردا صبح علت طلوع مگر جنازه تو رو دست مردم باشه، تو به پیر اهانت کردی. حالا به این مولانا دقیقاً همین حرف زد. البته الان 12-13 سال گذشته، هنوز که نمردن. به این مولانا هم دقیقاً همین حرفو زدن. مولانا یک روزی برداشت تیشه و تبر رو و به جون این پیر افتاد. یک مقداری که زد دست راستش، میگن دست راستش فلک شد. سبحان الله، از کار افتاد. با همون نیرو، این شیطان دیگه، شیطان رفت تو دستش و دستشو میخواست برای مردم اینجور جلوه بده. مردم افتادن نکن این کارو، با همون غیرت و با همون قوت با دست چپ گرفت، زد زمین رو، دست چپش هم از کار افتاد. اگر ما باشیم همینجا دیگه برمیگردیم انصراف بدیم، میگه خدای دیگه بسته، این صاحب پیر حتما یه چیزی هست. با پا شروع کرد بزدن، زد پا راستش هم قطع شد، معذرت میخوام فلج شد. پای چپش همچنان اینجا بود دیگه، پای اون میت مشخص بود، با دندونش گرفت اونو بالا گرفت. وقتی بلند کرد دید نشه و لعش یک سگ بالا آمد. اونجا بود که تمام مردم حیران شدن و دست و پای مولانا 2 مرتبه به حالت عادی برگشت. ما دنبال چی میگردیم؟ چرا خدایی که زنده هست دنبال مرده میگردی؟ چرا خدایی که شنوا هست دنبال کر میگردی؟ چرا خدایی که قادر هست دنبال ضعیف میگردی؟ چرا خدایی که مهربانه، ارحم الراحمینه، منتظر بنده است، میگه و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. وقتی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم بنده من از تو در مورد من سوال میکند که خدای من کجاست، فانی قریب، من بسیار نزدیکم، از شارک گردنم به اون نزدیکترم. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جوابی که دستش صادقانه بذاره تو دست من، او رو نجات میدم و به سوی اعلای علیین و پیش خودم او رو میکشونم، چه زنده باشه و چه بمیره، چه مشکل داشته باشه چه نداشته باشه. ولی مشکل اینجاست که ما تا زمانی که عیش و عشرت داریم و عروسی داریم از خدا غافلیم و با شیطان ها میرقصیم و میزنیم، ولی وقتی گوشه بیمارستان افتادیم میگیم ای خدا تو رحم کن. بعضیا که بی انصافات توی بیمارستان افتادن خدا نمیکنن، یا امام رضا یا امام علی یا عمر. ای بی انصاف، این لحظه هم از خدا فراموشی؟
ما هیچ کسی رو به عنوان حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم رو به عنوان استعانت و کمک قبول نداریم و شرک میدونیم اگه کسی به نیت کمک بخواد. شرک یعنی این دام و رخنه شیطانه. جوان مواظب باش، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. تقرب الی الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. خودت رو به خدا نزدیک کن در هنگام خوشی تا خدای متعال هنگام غم دست تو بگیره. چرا وقتی که راه زندگی هموار میگردد، بشر تغییر حالت میدهد، خونخوار میگردد، به وقت عیش و عشرت مینوازد ساز بیدینی، به وقت تنگ دستی مؤمن و دیندار میگردد. وقتی چکاش برگشت مخوره میخواد قبله رو سوراخ کنه. قبلا کجا بودی؟ وقتی که ماشین میخواد به حرکت بیفته و بارونش بکنه، اون موقع دیگه الله الله میگه، الله الله. این الله الله دیگه الان فایده ای نداره. هر لحظه انسان باید با الله باشه تا خدای متعال من کان لله کان الله له. هر کس از آن خدا باشه، خدا میگه منم از آن اویم. من تو چشمشم، تو قلبشم، تو روحشم، تو روانشم، تو دستشم، تو پاشم. حتی اگر بخواد گناه بکنه نمیذارمش گناه کنه. بیاییم جوانان خدایی بشیم، بیاییم از شرک دوری بکنیم و بیزاری بجوییم. من در نصیرآباد برای جوانان همین رو صحبت کردم. اونجا در مورد ارمغان‌های بعثت نبوی یکی از اونها توحید و خداپرستی بود که انسان به خدا برسه. این اولین دام شیطانه. چی اولین دام شیطان؟ راه مبارزش قرآن عظیم الشان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. الله اکبر. اینجا دیگه بت و خدا نمیکوبه، اینجا لات و هبل و عزا رو کار نداره. علما نشستن الذین اسم موصول برای ذوی العقول به کار میره، برای کسانی که عقل دارن و انسانن. ان الذین، همانا کسانی که، انسانهایی که تدعون من دون الله، اونها رو دعا میکنید، میگید یا محمد، یا عمر، یا حسین، یا امام. عباد امثالکم، اونها هم بنده هستن مثل خود شما، هیچ فرقی ندارد. میخورند، مینوشند، زندگی کردن تو دنیا و مردند. انک میتون و انهم میتون. ای محمد تو هم مرده هستی و دیگران هم میمیرند. فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. پس دعا کنید اونها رو اگر میشنوند. تا حالا شده بشنوه؟ دنبال چی بیگردیم؟ این آیه قرآنه، میگه عباد امثالکم، نمیگه حجرون، نمیگه مدرون، نمیگه روزتون، قبرون، میگه ها بندگانی است مثل خود شما. انسان بودن. انسان از انسان دیگه چرا بندگی بکنه؟ به قول اقبال آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد. این بی‌بصیرته. گوهری داشت ولی نزد قباد و جمع کرد. او ز اخلاق غلامی ز سگان خوارتر است. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. سگ سرشو پیش سگ سرخم نمی کنه. ما بریم پیش یک انسان هم نوع خود ما او رو به عنوان معبود قرار بدیم. آیه بعدی ما کان لبشر، این آیات قرآن ها، حدیث نیست که بگید فلانه. ما کان لبشر، هرگز درست نیست برای یک انسان ان یعطیه الله الکتاب والحکم والنبوه. اون بشری که خدا به او کتاب داده، حکمت داده، پیامبری داده، بزرگواری داده، ارجحیت داده، فضیلت داده، قدرت داده. این انسان حالا میخواد پیامبر باشه، امام باشه، خلیفه باشه، هر کس، چی بگه؟ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. بگه ای مردم، ای پیروان من، ای مقتدیان من، شما بنده من باشید نه بنده خدا. این آیات قرآنه. قرآن الکی حرف نمیزنه، میفهمد که در آخر زمان انسانهایی میاد که خدا را ول میکند و دنبال بندگان خدا میافتد. اینجاست که هشدار میده ولکن کونوا ربانیین، خدا پرست باشید.
فقط از الله بترسید، در خلوت، در جلوت، در تاریکی، در ظلمت فرقی نمیکنه. این اولین دامه. پس مواظب باشید. راه مبارزش هم قرآنه. اگر قرآن رو بلد باشیم انشاءالله. درود شریف نهاد بفرمایید. خسته نشید، شاهنامه آخرش خوشه. هنوز با شما جوانا میخوام تسبیح حساب کنم امشب. دام دوم، از دام سوم به بعد دیگه حسابی حرف ما با جوانها شروع میشه. دام دوم بعد از شرک دام بدعته. سبحان الله. انقدر در احادیث در مورد بدعت ما احادیث بسیار بزرگی داریم. کل بدعت ضلاله. پیامبر میفرماید هر بدعتی گمراهی است. بدعت یعنی چی؟ یه نوآوری در دین. ادخال ما لیس من الدین فی الدین. چیزی که جزء دین نیست ما بگیریم جزء دین بکنیم میشه بدعت. اصلا تعبیر بهتری بکنم، بدعت یعنی مهر خدا رو جعل کردن. در دولت‌های امروزی اگر کسی مهر یک انسان رو جعل بکنه حداقلش 2 سال زندانی داره. حداقل اون کسی که مهر خدا رو میخواد جعل بکنه. اصلا بدعت یعنی بنای حکمرانی و حکومتی بالای حکومت خدا. بدعت یعنی این. ها دیگه خدایا تو نفهمیدی، من بهتر میفهمم. پیامبر من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که در دین ما چیز جدید رو داخل بکنه از امت من نیست. منظور از بدعت ماشین نیست. ماشین جز دین نشده، برای دینه. امکانات امروزی این موبایل هایی که دارید فیلم برداری میکنید، نه، چیزی رو جزء دین داخل بکنید. اینها بدعتن که به مراتب امروز زیاد شدن متاسفانه. میگن یه مردی داشت نماز میخوند، موقع نماز چشماشو میبست، چشم بسته نماز میخوند، به اصطلاح خودش خضوع رعایت بشه. شب خواب دید خدای متعال او رو به بهشت برده، بهش یک چند تا حور بسیار خوب از حوران بهشتی که جوونا رو جذب میکنه از اونا داده، ولی همشون چشماشون کوره. گفت خدایا این حورای بی خوشگلی چرا چشم ندارن؟ گفت چون که نماز تو چشم نداشت. گفت من به خاطر خشوع این کار کردم. گفت اشتباه کردی. ما حق نداریم از پیش خود ما فتوایی صادر بکنیم و کاری بکنیم که برخلاف رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. بدعت تو عروسی ها به شدت زیاد شده. این ساز و تنبر و تیپور و نمیدونم ارگ و گرگ آمده، مردم عقب شید و شر و شور گرفتن، دنبال نی و توتک و تنبور گرفتن، آیین زلالت همه دستور گرفتن، قرآن خدا را همه مهجور گرفتن. ای آیت حق بی خبران را خبری کن. جوان میگه سر عروسی حال کنم، عشق کنم، بازی کنم، برقصم، خوشحال باشم. خبر نداره آی جوان بلوچستانی هر چیزی که بگندد نمکش میکنن. وای بران وقت که بگندد نمک. مردم دنیا از شما اسمها شنیدن و روی شما توقعات خاصی دارن. نکنید شما را به خدا. یه روزی از این دنیا باید بریم و اونجا باید جواب بدیم خون علمای بلوچستان که برای من و شما ریخته شد. ها اگر خبر نداری برو به کوهبن، کوههای سر به فلک کشیده کوهبن ناله و آه میزند در فراق یکی از شیرمردان بلوچستان. کوه رو گم کرده. من فکر میکنم دیگه کوههای کوهبن آب نداره از بس که گریه کرده. چرا؟ چون که محمد عمری نمیبینه. خدا یکی از علمای ما تو مدینه منوره تو روضت من ریاض الجنه مشغول مراقبه بود. میگه خوابم برد تو مدینه تو ماه رمضان تو روضت من ریاض الجنه. همینی که میگه خواب رفتم صحرای محشر، جهنمی ها را به جهنم و بهشتی ها را به بهشت میبردن. میخواستم برم به بهشت که دیدم کنار دروازه بهشت مولانا محمد عمر سربازی ایستاده است. خوب خیره شدم ببینم خودشه که دیدم کنارش محمد رسول الله آمد.
که مولانا بفرما داخل جنت فروح و ریحان و جنت و نعیم ادخلوها بسلام آمنین، بفرما داخل بشید. میدونی چه گفت ای رسول الله به خدا قسم تا زمانی که مریدان و شاگردانم وارد بهش نشن وارد نمیشن. شیرین علمایی که بعد از مرگشون هم به فکر ماست، حضرت مولانا عبدالعزیز رحمت الله علیه تعریف میکردن، میگفت رفته بودم به مکه مکرمه، دیدم یک مولوی به یک عالمی خودش را به ملتزم چسبونده و دعا میکنه اللهم ارحم علی امت محمد، خدایا به علما، خدایا به امت رسول الله رحم کن، خدایا به جوانان امت رحم کن، جوانان رو دریاب، خدایا نگذار گناه و معصیت زیاد بشه که زلزله بیاد. گفتم این کیه که خودش و خانوادش رو ول کرده و برای جوانان بلوچستان جیغ و داد میکند؟ این اولیا کیه؟ خب جلوتر رفتم دیدم مولانا محمد عمر سربازی است. حالا تو میای ساز و ارکستر میاری بی انصاف، به خدا که خنجر میزنی به قلب مولانا، قسم میخورم. زحمت کشیدن اینا، همه رو پیاده میرفتن، اگر زمین سخن میامد به من و تو میگفت قدم آهسته بگذار که اینجا اشک مولانا ریخته است، قدمی که برای بیداری من و تو گذاشته. مولانا عبدالملک خونش فدای من و تو شد، شیخ زیایی ها، امام مالک ها، ابو حنیفه ها تو زندان، مالک ابن انس رو تناب به گردنش انداختن، تو کوچه های پس مدینه میگردوندن، داد میزد چون سرش پایین بود الا من کان عرفنی فقد عرفنی، هر کس که منو میشناسه که میشناسه برای چی اینطوری شدم، هر کس نمیشناسه من مالک ابن انسم که برای دین رسول الله اینطور دارم زجر میکشم تا این دین به من و تو برسه و ما بیام خط قرمز بکشیم با این بدعت ها و خرافاتی که تو عروسی هاست، با یه ساز و ارکستر، با پول به هوا پروندن و به اصطلاح پوز دادن و قیافه گرفتن و پولداری خودتو به رخ جوونا بکشی. پولتو حرام نکن و غضب خدا را فرود نیار. برکت ها چرا از زندگی رفته؟ چون که این موانع و گناهان و معاصی است. عروسی ما اینطور، بدعت ها که در تعزیه ها دیگه واویلا، خدا کنه این منطقه نباشه منطقه ما که واویلاست. طرف طول عمرش ریششو هفتیقه میکنه، وقتی باباش میمیره ریششو میذاره اینقدر، تا 40 روز نه تنها ریش بلکه هیچ موی از اعضای بدن خودش رو نمیتراشه. این عزادار بیچاره و بعد خرج و خیرات میده ماشاءالله گوسفند و گاو. خوب روح پدرتو حمام نمیره تا 40 روز که من روح بابامو میخوام شاد کنم. نفرین میکنه تو پدرتو. کی گفته همچه حرفی؟ ریشی که سنت رسول الله است، اون زمانی که سنت نمیذاری، اون زمانی که بدعت ریش گذاشتن، اون زمان ریش میذاری. من میگم به صراحت کسی که به خاطر مرده ریش میگذاره بدعته، اون ریش نیست. تو تعزیه ها اینه دیگه، تا 40 روز بعضی تا 4 ماه حمام نمیرن، واویلا حرام و جنوب راه میرن. تا 1 سال طرف عروسی نمیگیره که سالگرد بابامه. خب باشه سالگرد بابات. ما اهل سنت عقایدی داریم، حق نداریم تو تعزیه‌ای کارا رو بکنیم. پوشیدن لباس سیاه برای ما بدعته. خرج و خیرات دادن متعین به زمان مشخص و مکان مشخص بدعته.
سنی بلند شده روز محرم ماشاءالله شعله زرد درست میکنه، بعد روشم مینویسه یا عمر. اگر عمر این شعله زرد تو میدید خودتو تبدیل به شعله قرمز میکرد. این چه رسمیه؟ کی گفته ما همچه حقی داریم؟ این جز اعتقادات ما نیست. ما میگیم امام حسین رحمت الله علیه با لب تشنه رفت، آب نتونست بخوره، ما هم لب ما رو تشنه نگه میداریم، اون روز روزه میگیریم و خود ما رو مشابه میکنیم با امام حسین. نه این که امام حسین چون در اون روز شهید شده تشنه لب رفته، من تا جایی که جا دارم قلور و حلیم و شعله بخورم. این منطق ما نیست. در عقیده اهل سنت اینها بدعتن. حج میره حاجی صاحب، حج به درون کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی. میخواد بره حج، اول که ریش هفتگی میکنه، بعد که میره اونجا، من عمره رفتم، یه حاجی آمده بود بعد اینکه عمرش انجام داد گفت فلانی، گفتم چیه؟ گفت من به جای اینکه سرمو بتراشم ریشمو تراشیدم. گفتم واقعا حج تو دیگه خوب قبول شده. بعد که برمیگرده از اونجا زنگ میزنه ساعت هواپیما ساعت 1 شب، بابا ساعت 5 شب توی فرودگاه باشی. چند تا پرده نوشتی بابا جان؟ بابا بذار که پوزه زدم خداییش تمام کوچه ها رو سفید پوش کردم. بیار پس 7-8 تا گوسفندم بکشی که قرمز رنگش بکنی که سرخی با سفیدی خیلی قشنگه. این حج رفته نه؟ بعد میاد اونجا تا 1 ماه به نماز نمیاد که مردم بیاد به دیدنش، منتظره که خدا به دیدنش بیاد. وقتی میرین دیدنش چطوری حاجی صاحب؟ مکه چه خبر؟ ای مولوی جان خدا نصیب تو بکنه، چه جای خوبی بود، سدیس که میخوند اینطوری میشده. تو تفریح رفتی؟ به خرید رفتی؟ بله خرید داری میرن. از مسجد نبی داشتم میامدم به طرف هتل، یه خواهر خانومی من اصلا که فلان بیا اینجا، رفتم جلو، پسر کوچیکی داشت پسرش رو زد کنار، گفت حرف خصوصی دارم. گفتم بفرما. زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ گفت هیچی، همین مردا ما رو تو ایران که میزنن هیچی، که بم خانه خدا ما رو میزنن. گفتم چرا خواهرم تو رو بزنه؟ اون مشکلی داشت؟ گفت نه. گفتم سر چی دعواتون افتاده؟ نگذاشته بری حرم؟ نگذاشته بری زیارت پیغمبر؟ گفت نه بابا، برای برادرزاده ها و خواهرزاده های خودش پارچه متر 13-14 هزار تومان میگیره، برای برادرزاده من متر 700 تومان، به خاطر این دعوا افتاده منو زده. گفتم حقته، تو به خرید آمدی مگه اینجا؟ لس آنجلس که نرفتی؟ بی انصاف. بانکوک و تایلند هم که اینجا نیست، دبی و امارات هم که نیست، اینجا خانه خداست. دنبال چی میگردیم؟ اینها بدعت هاست. چندین روز به خانه خدا نمیاد که حاجی صاحب از حج برگشته و به اصطلاح گناهانش هم بخشیده شده. کل بدعت ضلاله، هر بدعتی که باشه فرق نمیکنه. من باید سریع رد بشم که وقت عزیزان رو زیاد نگیرم. گفتم از سومی تصفیه حساب ما تازه شروع میشه. گناه رشته سوم و دام سوم گناه کبیره است. آی گناه، هر گناه زنگی است بر مرآت دل شود زین زنگ ها خار و خجل. چون زیادت گشت دل را تیرگی، نفس دون را خیش گردد تیرگی. مواظب باشید، شیطان همواره سعی میکنه که انسان رو به گناه کبیره بکشاند. خود قرآن عظیم الشان میفرماید کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. استاد ندوی رحمت الله علیه یک کتابی داره به نام ماذا خسر العالم به انحطاط المسلمین، حدود خسارت جهان. اونجا یک قصه رو میاره به نام پارلمان ابلیس. ابلیس میشینه با عزیزانش مشورت میکنه که خطر جدی چیه. یکی میگه خطر جدی مزدکه، یکی میگه نمیدونم چیه اون کارل مارکسه، یکی میگه نمیدونم خطر جدی فلانه. رئیس شیاطین میگه نه، خطر اصلی من جوانی است که گوشش به دستور رسول خدا و به قرآن باشه. این جوانی که الان خوابه، اگر این جوان از خواب بیدار بشه دیگه تمام رشته‌هایی که ما، تمام پنبه‌هایی که ما درست کردیم همه رو رشته میکنه و از بین میبره. مواظب این جوان باشید، اون رو به طرف گناه و معصیت ببرید که هرگز به سوی خدا نیاد. های جوان مواظب باش، به خدا قسم گناه انسان رو ذلیل میکنه. هر گناه دروازه نزدیک شدن به گناه دیگر رو باز میکنه. به طرف گناهان نرید به هیچ عنوان.
معصیت انسان رو خار و ذلیل میکند و سیستم وجودی و روحانی و ایمانی انسان رو دچار اختلالات میکند. مولانا روم یک قصه ای داره، میگه شیطان آمد پیش خدا دعا کرد، گفت خدایا من که دشمن انسانم یک دامی هم به من بده که من بتونم اینها رو خوب اغوا بکنم. گفت اشکال نداره. ثروت و طلا و نقره خوبه؟ یه خنده تبسم میکرد گفت خوبه ولی بس نیست. گفت شراب خوبه؟ گفت خوبه خداییش، لطف کردید ولی بازم کافی نیست. گفت موسیقی چی؟ ارکستر سر از روی برقصه. میگه مولانا میگه اینجا شیطان یه خنده قهقهی بلند زد. جناب آقای نظیر خدا تو رو خیر بده، واقعا شیطان امشب روسیاه شده نمیدونه کجا فرار کنه و به جای اون رسول الله امشب خندان است. خدا امشب مباهات و افتخار میکنه. من نمیگم رسول الله میگه الله یتباها بکم الملائکه. خدا بر چنین مجمعی بر فرشتگان مقرب خودش افتخار میکنه. این خوبه یا اون؟ رضایت خدا خوبه یا رضایت شیطان؟ خودت قضاوت کن. ما نیامدیم اینجا عزا برگزار کنیم، نه، میخندیم با هم دیگر و شادی انسان و مسلمان با عبادت خداست. همین گفت موسیقی خنده بسیار بزرگی زد ولی گفت خدایا بازم کافی نیست، یکی دیگه هم بهش اضافه کن. گفت پس زنهای رقاصه رو میخوای؟ تا گفت زنها، میگه چون که خوبی زنان با او نمود که ز عقل و صبر مردان میرو بود، پس زد انگشتک به رقص اندر فتاد. میگه انگشت زد و به رقص افتاد که بده زودتر رسیدم با مراد. گفت بده که رسیدم به مرادم، رسیدم خواستم رسید. من همینو میخواستم. بر سیسای عابد، بزرگترین عابد در بنی اسرائیل بود، بهش میگن بر سیسای عابد، چند صد سال خدا رو عبادت کرد، شد مستجاب و دعوه. جوان دست بذار تو دستم، یه لحظه خوب فکر کن. من تو که کاری انجام ندادیم، با یک فوت شیطان ما رو میندازه اون ور. 400 سال یا 500 سال خدا رو عبادت کردن و مستجاب الدعوه شدن. شیطان دیگه بعدش اومد گفت این دیگه چیه؟ چرا من اینو گمراه نکنم؟ میگه رفت دختر پادشاه رو مریض کرد، میتونه گوششو گرفت، چشمشو گرفت، خوب فشرد. هرچه دکتر و پزشک و متخصص حلق و بینی و گوش بردن فایده نداشت. شیطان خودش آمد اغوا کرد و القا کرد که برو پیش برسیسای عابد. رفت اونجا پیش برسیسای عابد و برسیسا وقتی که تو گوشش خواندیش خوب نمیشه، شیطان تو وجودش آمد گفت اینو باید چندین روز اینجا نگه داری تا بتونی خوب دعا و درود بخونی براش. ماشاءالله امروز تا زنا مریض میشن دیگه هرچی که ملا هست آدرس و شماره تلفنشون دارن، شروع میکنن اونجا دیگه مولوی صاحب من سلام مقدار درد کم بانک درد من چمان کر کردن. اما خدا الحمد دمش کن یا حداقل آقا رو بفرست. مشکل ما اینجاست که هر چیز رو از بنده میخوایم. لا یخلون رجل به امرأة، پیامبر میگه هیچ زن و مردی تنها نشینه که سومیشون شیطانه. اینجا بود که امروز خلوت ها زیاد شده ماشاءالله. تا میگه آقا خلوت نکنید، میگه آقا تو بانک ما همکاریم. همکارا که دیگه محرمند، همکاری با هم میگن میخندن شوخی میکنن پسر و دختر تو بانک ها، تو نمیدونم آموزش پرورش ها فلان جا، میگه ما همکاریم که شما رو با هم دیگه محرم کرده. این خیلی محرم نیست، محرم هم حالا مراتب داره. جالبه خدا که تو دین ما که محرم مراتب نداره. مولوی صاحب که دیگه خیلی نامحرمه، اون نامحرم وقتی بیاد جلوش باید با روبند بیاد. معلم ها یک کمی همچی بگی نگی محرم ترن، نهایت چادر میزنن میان. ولی مغازه دارا که دیگه اصلا محرمن، آقا سلام علیکم این جنس چنده؟ اگر شوهر بخواد بره خرید، نه بابا تو چرا بری خرید، خودم میرم هم یک حالی عوض میکنم و همین که تو نمیتونی برام لباس بخری، باید خودم اندازشو داشته باشم. این چه شده؟ حضرت یوسف اسوه تقوا وقتی که زلیخا رو دعوت داد، تو قرآن بخونید و قلقت الابواب، درها رو قفل کرد و قالت حیت لک. و قلقت الابواب یعنی چی؟ یعنی فضای امن ایجاد کرد. گفت هیچ کس نیست. حیت لک، گفت آماده شدم. برای زنا دعوتش کرد. های جوان، یوسف هم سن و سال من تو بود و ازدواجم نکرده بود، تا اون زمان پیامبرم نبود. گفت آماده شدم. یوسف نگاه کرد، گفت گناه و معصیت. فوراً زلیخا رو بوتشو پوشان، گفت اون چیه؟
گفت بتمه خدامه، از خودم شرمم بیاد جلوش گناه کنم، از بتم خجالت میکشم که دست به زنا بزنم. قال معاذ الله، پناه بر خدا. ننشست همونجا، واستبق الباب، دوید به سوی درها بسته بود، گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسف وار میباید دوید، از صحنه گناه باید فرار کنید. اگر مولوی صاحبی باشه اونجا، اگر دانشجویی می بود اونجا، اگر جوانی می بود، میگفت نه گناه که نمی کنم، زنا نمی کنم، ولیکن وایستا زلیخا رو یکم دعوت بدم براش سخنرانی بکنم. یوسف این کارو چرا نکرد؟ چرا دعوتش نداد؟ چون که محیط خلوت محیطی برای دعوت نیست. لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهم الشیطان. هر زن و مردی که تو خونه خلوت بشینه سومیشون شیطانه. حالا یوسف معاذالله گفت ننشست اونجا مثل ما جوونا، میگه توبه 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 توبه، همینجا نشسته خیره خیره داره نگاه میکنه، سبحه بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. توبه توبه میکنه، چشماش 4 تا شده داره نگاه میکنه نامحرم، استغفر الله استغفر الله. بابا معاذالله معاذالله گفت واستبق الباب، فرار کن از گناه، از محیط گناه باید فرار بکنیم. حالا ما دخترای خودمون رو با دست میبریم اونجا بشینن تو میز منشیگری کنن، برج 68,000 تومان حقوق میگیره دخترم، افتخارم میکنه. دختر چه کاره هست؟ مهماندار هواپیماست، میره اونجا حاجیا رو به جده میبره، به جده، خبر نداره که تا به جده برسه جد خودش هم در میاد. این چه بدبختیه. ما نمیگیم خدای نکرده شغل داشتن حرامه و ناجایزه، برای اینکه این زن کارش خواهرها داره میشنون. امروز واویلا شده، حتی بیا جلوتر تو خونه ها که دیگه محرم و نامحرم، برادر خانم و معذرت میخوام خواهر خانم و برادر شوهر، اینا که دیگه محرمن، اصلا میشینن رو موتور با هم عشق میکنن و راه میرن، میگه ما محرمیم. به جد دیده شده، به خدا قسم، من خودم شنیدم، به خدا قسم یاد میکنم که از لحظه قسم خودم درست نیست. میاد در عیدها و فلان چند تا داماد میاد با چند تا عروس، اینجا که میشینن عروسا نگاه میکنن این دامادا رو، نگاه میکنه این دامادش از شوهرش خوشگل‌تره، میگه کاش این داداش شوهر من میبود، این خوشگل‌تره. به یه دختری بهم زنگ زد، به خدا همین میخواستم قسم بخورم که فلانی دامادم به خانه رفت آمد کرده، من عاشق دامادم شدم و اونم عاشق من شده. اینها به خاطر رعایت نکردن هاست، به خاطر شکستن حریم هاست. از رسول الله صلی الله علیه و آله پیامبر فرمود ایاکم بالدخول علی النساء، به پرهیزید از داخل شدن بر زنان. قیل یا رسول الله ارأیت الحمل، گفته یا رسول الله قوم خویشای شوهر چی؟ برادر شوهر، عمو شوهر. قال الحمل و الموت، برادر شوهر به منزله مرگه و انسانو به سرحد نابودی میکشونه. خیلی از این مسائل دارم تو ذهنم که خجالت میکشم بگم. طرف با برادر خواهرش کی باور میکنه؟ چرا؟ چون که خواهر بی حجاب اومده دیگه تو خونه، با تیشرت، بدون مانتو، بدون لباس. خدا را شکر شما مردم هم الحمدلله حجاب دو لباسه بسیار بلند و خوبی داریم. زنای اینجا هنوز عفیفن، این درد اینجا نیامده. مواظب باشید جوونا، حیثیت از بین میبره. ماهواره اومده، فیلم های مبتذل اومده، این موبایل هایی که تو دستان شماست، این ابزار شیطانی اگر درست استفاده نشه البته دیگه نیاز کسی بره به مشهد و تهران و کجا تا این موبایلش هم مشهد هم تهران هم هنگ کنگ و هم بانکوک همش تو جیبشه، هر چیزی میتونه تماشا بکنه. یلری تلری. تازه بعضی جوانا میگه نه سدیس هم توشو دارم، بعضی موقع گوشش میکنن. ای بی انصاف، سدیس آمده کنار موسیقی گذاشتی. گناهان و معاصی این دام شیطانه که انسان میخواد نابود بکنه و از بین ببره. مواظب باشیم که بعد از این که نابود کرد اونجا دیگه دنبال تو ول میکنه، نگاه میکنه مثلا حد نابودی رسان، میگه اینجا به تو به دردم نمیخوری. بر سیسای عابد چند روزی اینجا شیطان آمد، خلوت دیگه، نه خلوت، خوند که ناگهان داعیه پیدا شد و این دختر را به زنا دعوت کرد.
به زنا دعوت کرد و 500 سال عبادت رو ریخت تو آب و با این دختر زنا کرد. شیطان رفت فوراً به اولیا خبر بده. تا دید که میخواد پدر مادرش خبر بشه، گناه دوم، هر گناهی زمینه گناهی دیگره، همونطوری که هر عبادت زمینه عبادت دیگر رو فراهم میکنه. جوون بلا فاصله گفت پس این نذارم از اینجا بره. شمشیر رو برداشت، این رو از وسط نصف کرد و به جهان آخرت فرستادش. گناه دوم قتل، گناه اول خلوت، گناه دوم زنا، گناه سوم قتل و نهایت تو خونش هم دفن کرد. شیطان رفت گفت بیا که بر سیسا ماشاءالله عابد چه کاری که نکرده، بیاری شازده رو ببینید. گفت چیه؟ گفت دخترتون زنا کرده و کشته. گفت دروغ نگو، برسیسا به چشمامون اعتماد نداریم ولی به برسیسا چرا؟ گفت برو نبش قبر کن. اومدن دیدن که بله نبش قبر کردن، جنازه دختر رو در آورد. شیطان 2 مرتبه آمد، هنوزم راهش نکرده. جوون گفت های برسیسا من تو رو به این بلا انداختم، حالا بیا به حرف من بکن تا تو رو نجاتم بدم. گفت چه کار بکنم؟ گفت به خدا و به محمد و به صحابه لعنت کن تا دستو بکشم بالا. مجبور شد به همه لعنت فرستاد. بعدش هم شیطان گذاشت و فرار کرد و رفت. قرآن میگه که مثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک. وقتی که شیطان برای انسان میگه کافر شو، وقتی کافر شد میگه حالا من از تو بیزارم، فرار رو برقرار ترجیح میده. مواظب باشید، گناهان کبیره زیادن. من نمیتونم اینجا بگم، همینقدر بهتون گفتم. خودتون برید از قتل نفس بگیر، از زنا بگیر، از دزدی بگیر، از نافرمانی والدین بگیر، از خواهرای بی‌حجاب بگیر. های مادرم، های خواهرم که صدامو میشنوی، بیا از عایشه یاد بگیر. من دیشب تو کوونم قصه رو تعریف کردم. یا خواهر خانوم بهم زنگ زد گفت فلانی میخوام ببینمت. گفتم که سوالتون؟ گفت که چند تا سوال از اینترنت برام ایجاد شده. خودش اهل تحصیل بود. گفت ولی میام اونجا از چهره‌ام یک وقتی سکته نکنی ها. گفتم مگر چطوری؟ گفت که دیگه با ژست جدید میام یلری تلری، به اصطلاح امروز مد. گفتم خب لباس بوش. گفت در فرهنگ من نیست مگر قانع بشم. آمد اونجا گفت تو اسلام به حق زن ظلم کرده، اجعاف کرده، تعدی کرده. گفتم چرا؟ گفت اسلام زن رو در درون زندان قرار داده. این چادر زندانه دیگه، این برقع و روبند زندانه. ما باید مثل غربی‌ها بشیم، آزاد باشیم. زنم باید دوشا دوش مرد باشه. گفتم خواهرم تو خودت تو زندان هستی. گفت چطور؟ گفتم مگر شما تو خونه تون وقتی خونه میبندید، خوب گوش بدید اینجا رو، تو خونه درست میکنید دورش دیوار میکنید یا نه تو ول میکنید؟ گفت نه دورش دیوار میکنیم. گفت پس چرا داری؟ گفتم چرا زندانی داره خودت میکنی؟ دیوار رو دور زندان میکشن نه دور خونه. گفت نه به خاطر اینکه دزدها نیاد، نامحرمها نیاد، گرگها و سگها نیاد، فلان دشمن نیاد. گفتم در خانه شما، در دور دیوار شما دربم داره، قفلم داره. گفت بله. گفتم پس تو زندان. گفت چرا این سوال میکنی؟ گفتم اگر 4 دیواری دور خانت زندان نیست، پس چرا چادری که دور بر توست و میخواد تو رو از گرگ‌ها و اهریمن‌ها و نامحرم‌ها نجات بده اسم اون زندان باشه؟ مقدار هم تو تعجب کرد. گفت راست میگی والله، من تا حال به این فکر نکرده بودم. گفتم حالا فکر کن، اون دیوار خانه اسمش زندان نیست ولی دیوار چادر، حفظ چادر چاره ساز کاره هاست، حافظ گل از هجوم خاره هاست. در کلاس درس تقوا و شرف دختران درند و چادر چون صدف. تو دری مرواریدی، قدرتو نمیدونی. گفت چیکار کنم؟ گفتم چادر رو پوش، نقاب بزن. نقابم به منزله قفل دره. گفت پس جناب مولوی یک چادر میاری برام؟ گفتم اشکالی نداره. یک چادری هم به ما ضرر زد و چادر رو پوشید و رفت. اینها رو به خواهران برسونیم، مبادا گول هر عراجیف بابی رو بخورن و بعد تقلید بکنن بابا دخترای تهرانی این روسریشون تا اونجاست، بله دامناشون تا بالاست. ما باید اینطور باشیم؟ گناه کبیره این سومی. 4م گناه کبیره، گناه صغیره. گناه صغیره که به چشم کسی نمیاد. بابا مردم دارن شطور رو با بار میخورن، من که کار نکردم 2% سود خوردم.
همش 2%. حرام گناه هر چی کوچک و بزرگ باشه. چه میفرماید؟ خیلی زیبا، ایاکم و محقرات الذنوب فانهن یجتمعن علی الرجل حتی یهلکنه. بپرهیزید از گناهان کوچک، زیرا کوچک اندک جمع گردد وانگهی دریا شود. گناهان کوچکه که انسانو به گناه بزرگ میکشونه. لا تنظر الی صغر الذنب، علما میگن به کوچگی گناه نگاه نکن، ولی نگاه بکن که داری نافرمانی خدا را میکنی، نافرمانی خدا را. عمر فاروق رضی الله عنه، ای عمری ها، عاشقان عمری من و شما، مقداری زیتون روغن زیتون از شام آوردن، اینا رو خالی کردن یک جایی ته ظرف، تو ظرف هرچه مونده بود که چیزی هم نمونده بود. پسر عمر فاروق آمد دست کشید تو همون مقدار موهای سرش رو چرب کرد. حضرت عمر آمد گفت از کجا آوردی؟ گفت که روغنا رو خالی کرده بودن، تهش هرچه چیزی نمونده بود، دست کشیدم، باقی ماندهشو به موهام کشیدم. دستشو گرفت برد پیش سلمانی، گفت موهاشو از ته بتراش. شوخی نداشت، عمر بود. گناهان کوچک رو کوچک نمیشمرد، بزرگ میشمردن. حالا ماشاءالله گناهان به چشم ما گناه نیست. دیگران بابا دارن تریاک میکشن، مولوی صاحب من یک سیگاری میکشم، این که گناه نیست که. خبر نداره که سیگار مقدمه تریاک و هیروئینه. دیگران دارن زنا میکنن، من فقط نگاه میکنم. بله اول نگاه هست. فسلام و کلام فنظرتون فموعدتون فلقا. اول از چشم شروع میشه. النظر و سهم مسموم من سهام ابلیس. این چشم تیر مسموم و زهرآگین است از تیرهای شیطان. مواظب باشید. صحابه که صحابه بودن، صحابه ای که پیامبر جلوشون بود، میان ثعلبه و سعید ابن عبدالرحمن پیامبر برادری برقرار کرد، مؤاخات و برادری. یکی میرفت به جهاد، یکی تو خونش میموند. سعید ابن عبدالرحمن رفت، ثعلبه مون تو خونه، خدمت خونه سعید ابن عبدالرحمن هم میکرد، خونه خودشم. یه روزی آمد پرده رو مقداری زد کنار، فقط زنش رو ببینه. دیده است، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آباد. اگر اشتباه نخونده باشم. بعد ناگهان شیطان دیگه نه، بعد از دیده دستت به زن برادری که در جهاد است. ناگهان این زن گفت ای ثعلبه، از خدا و رسول بترس، در حریم برادری که در راه جهاده و داره با خون و مال و جانش جهاد میکنه تجاوز کردی. ثعلبه اینجا بود که شیطان از رو دور کرد و شروع کرد به زجه زدن و گریه کردن. افتاد تو دشت. اللهم انت و انا العباد بالذنب و انت العباد بالمغفره. خدایا گناه کردم، خداوند از افعال شنیع خود پشیمانم. عنایت با مگیر از من که دلتنگ و پریشانم. هوا از یک طرف شیطان، ز یک سو نفس و از یک ره، منم اندر میان تنها به حال خویش و حیرانم. تو خود گفتی که دعوت کن اجابت یابی ای بنده، گناهکارم تو را یا حضرت غفار میخوانم. صحابه برگشتند، همه برادرانی که در مدینه بودن آمدن به استقبال برادران مجاهدش. سعید نگاه میکرد در میان جوانها، ولی از ثعلبه خبری نبود. ثعلبه کجاست؟ نکنه برای ثعلبه مشکلی پیش اومده، نکنه ثعلبه مرده، نکنه وفات کرده، نکنه بیماره. آمد سراسیمه به خونه، گفت خانم چه خبر؟ ثعلبه کجاست؟ گفت ثعلبه دست به گناه و معصیت زد و با چشمش نگاه کرد و قصد خیانت داشت. گفت کجاست؟ گفت تو دشت و صحرا. آمد
ثعلبه چه کار کردی؟ گفت برادر اشتباه کردم، غلط کردم، معصیت کردم، نمیدونم چه کار کنم. گفت اشکالی نداره، خدای متعال بخشنده است. گفت بیا بریم به شرق پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. گفت به خدا نمیام مگر زمانی که تناب به گردنم بندازی و مثل حیوان منو بکشی. تناب به گردنش انداخت. آمدن پیش عمر فاروق رضی الله عنه که آی عمر این ثعلبه گناه کرده، گناهش اینه. عمر شمشیر رو در آورد گفت برو گم شو از جلوی چشمم وگرنه گردن تو میزنم. شوخی نداشت عمر. پیش ابوبکر صدیق، ابوبکر گفت برو که نکه ننگ گناه و معصیتت دامن منو آلوده نکنه. پیش علی و مرتضی ترد کردن، رفتن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که گناهش و ثعلبه بیان کرد، رسولی که رحمت للعالمینه و عطوفت و رحمت و عطوفت و مهربانیش برای همه عامه، چهرهشو برگردون گفت پاشو برو ثعلبه، برو که دیگه نمیخوام ببینمت، تو ارزش دیدت نداری، گناهت میخواد آفاقو بسوزه، برو بیرون. دختر ثعلبه گفت حالا که رسول الله تو رو ول کرده منم تو رو نمیخوام، بابا رو گم شو. رفت شروع کرد به گریه کردن و زجه زدن و دعا کردن. ناامید نباش های جوان، هرچه گناه کردیم گناه نکنیم، ولی اگر تا امشب هرچه کردیم بیام توبه بکنیم. توبه کرد تا این که الله ذوالجلال جبرائیل امین رو فرستاد که السلام یقرأک السلام، یا رسول الله خدایی که اسمش سلام است به تو سلام میکند و میگوید تو اگر دستت به سینه ثعلبه زدی ولی دستان من خدا و آغوش من بازه، توبهش قبول شده، بفرست بیارش. رفتن آوردن، پشت سر پیغمبر قرار گرفت. رسول خدا الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر که خون. ناگهان جیغی کشید ثعلبه تا پیامبر سلام داد، دید که جنازهش افتاده و جانشو به خدای جهان آفرین تسلیم کرده. پیامبر گفت غسلش بدید به جنازه بریم. غسل دادن، تشییع جنازه. پیامبر رو سر پاهاش را میرفت، رو قدمهاش. حضرت عمر سوال کرد یا رسول الله چرا رو قدمات را میری یواش یواش؟ گفت اونقدر فرشتگان الهی از آسمان برای تشییع جنازه ثعلبه آمده که اگر من پامو بذارم میترسم رو سر فرشته‌ای فرود بیاد. این خدایی که اینقدر آغوش باز کرده برای من و شما، چرا ناامید شدیم؟ چرا برگشتیم؟ چرا توجه نمی کنیم و دست به معصیت و گناه میزنیم؟ گناه کوچک و گناه بزرگ همه ناجائزن و خلاف رضای خدا هستند. خلاصه عرض بکنم دوتا دیگر رو و تمام بکنم. پنجمی اینه که بندگان رو به کارهای جایز و ول نمیکنه بی انصاف. دشمنه دیگه. اگه مشرک کرده نتونست بدعتی میکنه، نتونست به گناه کبیره وادارش میکنه، نتونست به گناه صغیره میگه بیا بابا دیگران که سوپر نگاه میکنن تو شوی هندی نگاه بکن، اشکالی نداره. کمی 3% دیگه نهایتاً لخته یا 30%. دیگران اگر شو نگاه میکنه تو فیلم هندی نگاه بکن، فیلم‌های محجبه شو و نهایتاً جوان ما رو نابود میکنه. اینها گناهان صغیره. مواظب باشید، باید یوسف وار فرار کنیم. توبه نه، معاذ الله و استبق الباب. فرار، الفرار، النار، آتش، خطر. و اون خطر گناه هست. هنوزم ول نمیکنه. اگر از گناه صغیره نتونست، بندگان رو میگیره به کارهای جایز و مباح اینقدر مشغول میکنه که از عبادت خدا بیفته. چقدر بی انصافه. میگن آقا مال دنیا که جمع کردن اشکال نداره، برای زن و بچه میره روزی جمع میکنی خودش هم ثواب داره. اونقدر میره به دنیا مشغول میشه تا اینکه از نماز فرض تأخیر میفته و به عقب میفته و یا نعوذ بالله قضا میشه. این کار جایزه که نهایتاً انسانو از عبادت می اندازد. خلاصه عرض کنم و ششمی بازم ول نمیکنه، از افضل به مفضول دعوت میده. یعنی کاری که بهتر هست هر دو تا خوبه، ولی میگه خوبتر رو نکن، خوب رو انجام بده. حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کاتب وحی رسول الله، خال المؤمنین، دوستداران معاویه، این قصه آخره و تمام. منظورم اینه که از افضل به مفضول همیشه به نماز صبح اهمیت خاصی قائل بود.
در حدیث آمد، مولانا روم میگه، دروغگو که نیست مولانا، در حدیث آمد که آن معاویه خفته بود در قصر در یک زاویه. در تو قصرش خوابیده بود، همیشه به نمازها عادت عجیبی داشت، اهمیت بسیار زیادی میداد، کاتب وحی بود آخر. شیطان یک روز رفت او رو به خواب انداخت. روز بعدی معذرت میخوام، رفت موقع نماز دید معاویه خوابه، نمازم نزدیک شده. شیطان که ما و شما رو خوب به خواب میندازه، معاویه رو، حضرت معاویه رو از خواب بیدارش کرد. گفت ای امامم حضرت معاویه، پاشو وقت نماز قضا شد. بلند شد گفت تو کی هستی؟ گفت من شیطانم. گفت شیطان دشمن بشریت؟ راست گو با من مگو برعکس و ضد. تو که دشمنی به جد، تو دشمن منی، تو چرا اینقدر مصمم شدی که من رو نماز بیدار کنی؟ گفت کاری کردم که از افضل به مفضول برسی. گفت چطور؟ گفت تو در فلان روز نماز خواب موندی، اونقدر گریه کردی، اونقدر زجه زدی، اونقدر تضرع کردی، عرش الهی به لرزه درآمد و به جای اون نماز صدها نماز خدا به تو عنایت کرد. گفتم پاشو که حداقل یک نمازو بگیری، نه 100 نماز. های جوان، این دشمن چقدر خطرناکه، ملعون. شهامت میخواد، راهکارهاشو شناختید. طرف میگه تاجی صاحب تونتون برو عمره، تونتون برو عمره. بابا این جوونا بیچاره میخوان داماد بشن، دامادشون کن. خونه ندارن، با مسکن نگیرن، ربا و سود ندن، خونه درست کن برای اونها. حاجی صاحب تونتون به مکه میری، دخترت وقتی میخوای بدی، مهره های سنگین و 80 میلیون 90 میلیونی یا سکه سکه که جوانا رو تکه تکه میکنه نزار. اینهاست اسلام، از افضل به مفضول. این 6 راهکار شیطانه. و بعد هنگام عروسیام میگه چرا فلانی رو بیاریم، چرا مولوی بیاری تو رو سخنرانی بکنه؟ برو بابا دنبال کارت، یک شب عشق میکنی و صفا میکنی، تو عمرت هم یک بار بیشتر داماد نمیشی. آقای نظیر امشب هم میخوای مردم بگریونی؟ مبادا هشدار، من بهتون در این مورد صحبت کردم. 6 دام شیطان: شرک، بدعت، گناه کبیره، گناه صغیره، مشغول کردن به مباح و جایز تا از عبادات بمونیم، و 6م این که از افضل بهتر به خوب ما رو سوق میده. جوانای عزیز، حالا نوبت رسیده که چند تا قول از شما بگیرم. بله، من این صحبت رو در نصیرآباد مفصل عرض کردم، دوستان انشاءالله بعدا نوارشم بگیرن در مورد موضوع زیارت ابولولو در کاشان چیست. من در اونجا صحبت کردم در مورد هفته وحدت، و بعد نماد هفته وحدت رو هم زیارت ابولولو رو گفتم اونجا که اگر وحدت قاتل حضرت عمر اولا که تو مدینه به درک واصل شد، همونجا هم دفنش کردن دیگه، نگذاشت با هواپیمای باباش نگذاشت جنازشو بیاره اینجا، همونجا دفنش کردن. گیرم که بالفرض ور محال که چنین چیزی وجود ندارد، زیارتی برای این آقا درست کردن، گنبد و بارگاهی که از تمام دنیا میان زائرا دور زیارت ابولولو طواف میکنن و نعوذ بالله بر فاروق اعظم لعنت میفرستن. حضرت عمری که ایران و اسلام مسلمان کرد، حالا پاسخش باید اینطور بدن. و جالب اینجاست که حالا قفلش کردن، پلم کردن، به اصطلاح فکر میکنن با پلم کردن کار تمامه. نه، اهل سنت همه متحدن میخوان که باید 70 متر زمین رو گود بکنن و این را بگیرن ویران بکنن برای همیشه. نقش این از روی صفحه گیتی باید محو و نابود بشه. اینه، ما به شخصیت های خود ما احترام قائلیم، به ویژه حضرت عمر. ما هرچی داریم از حضرت عمر داریم. اصل خود را بنگر ای صاحب نظر، در بدن باز آفرین روح عمر. امیدوارم که مسئولین هم دقت به خرج بدن و هرچه سریعتر این جرثومه فساد و این منبع شرک رو از کاشان بردارد که کسی 2 مرتبه جرأت نکنه به سیمای دردانه حضرت فاروق اعظم کسی اهانت بکنه، اجازه به خودش نده. وگرنه اون زمان هست که مطمئن باشیم عمریه ها اونقدر دعا و تضرع خواهند کرد که دیگه ریشه هر کس که بر علیه فاروق اعظم، ابوبکر صدیق، عثمان ذوالنورین، عایشه، علی، حسن و حسین حرکت بکنه، ریشهش برای همیشه بسوزد انشاءالله.
به هر حال حالا زمان قول گرفتن شده، ما هر جا بریم مجبوریم قول بگیریم، غیر نصیرآباد که دیگه زنده در رفتند و فراموش کردم چون عجله داشتم بیام راست. حالا جوانهایی که اینجا هستن مثل این که جوانای نصیرآبادی اومدن، خدا خیرشون بده، واقعا محبت جوانها از ایران شهر تعداد عزیزان اومدن. دیشب تعداد زیادی از جوانای ایران شهر به کوهوان آمده بودن و اونجا من سخنرانی داشتم. این خبر خوش بهتون بدم جوانای بلوچستان، همه جا جوانها بیدار شده ها، از خیلی بیداری عقب نمونید، مواظب باشید. شما عقب نمونید، شما پیش قراولان بودید.